گفتین نان قاق میگیرین داخل دیگ میاندازین؟ بخار میتم نرم میکنم و نموره میخورم. بسیار اقتصادم خراب بیاده. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، داستان زندگی خانوادی دیگر را میشنویم. خواهر بزرگواری که 3 بچگک داره و 2 تا دخترک. فرزندشان مریض است و فرزند دیگهشان در بیرون موتر صدا میکنن، یعنی شارایی که مردم میره در اون مسیر صدا میکنن، ممکن روز 50 یا 40 افغانی به خانه بیاره. داستان زندگی را از خواهر بزرگوار میشنویم. خوب هستین؟ سلام بیادر جان، خوب هستی؟ زنده باشین. میشه که در ارتباط با مشکلات زندگیتان، یکی گفتین شما مدت میشه شوهرتان مفقود است و چی میخورین، چی کس کمکتان میکنه، روزگار چه قسم میگذرانین؟ هیچ کسی کمک نمیکنم. بچه‌کم که صدا میکنه یا نان قاق میاره یا نان باسی شده میاره، بسیار به مشکل گذاره میکنم. خانه کرایی است، بچه‌کم مریض است، خرج مصارفش ندارم، کرای خانه دادن نمیتونم. بسیار وضعیت زندگیم خراب است بیادر. گفتین نان قاق میگیرین داخل دیگ میاندازین؟ بخار میتم نرم میکنم و نموره میخورم. بسیار اقتصادم خراب بیادر. وای بچه‌تون چی مریضی داره؟ این بچه 11 سال شد، گوشایش هم میپنده، از بینیگکاش خون میاد، سعی گپ زدن نمیتونه. او هم زیر تداوی، سگ ندارم، پیسه خرج مصارف شک تداویش کنم. و در خانه کشتین اتاقایش هم چندان منظم نیست. چند کرایه میدین؟ 2,500 یک اتاق میتم که دو فامیل هستیم. 5,000 2,500 میته، 2,500 ما. و این بچه‌کایتون مکتب نمیرن؟ نه مکتب نمیرن دیگه، ندارم. دولتی امسال میگم شاملشان کنم. او هم خرج مصارف قلم کتابچه‌ش ندارم، از چی رایشان کنم؟ خوب است خرترک؟ نمکت چی است؟ نگینه. نگینه جان. چند سالگه هستی؟ 6 ساله. 3 ساله هستی؟ خب و مادرت به گفتی شخ نمی کنی؟ نه. کدام بیادره که دوست داری ره یا ایره؟ ایره. چرا؟ امت. همیت تو؟ هیچ همون تو. نمک چی است؟ نمک ماریان. نمک ماریان است میگه. آریان جان چند سال هستی؟ 6. 6 ساله. مکتب نمیری؟ نه. چرا؟ پیسه ندارم. خب کس کمکتان نمیکنه؟ نه. خب دوستان عزیز، بیاین که داستان این خانواده را دیدین، بیاین که کمک کنیم و دستگیری کنیم این فامیلا را. الله متعال مشکلاتتان حل کنه. مادر بزرگوار ممنون از شما. ان شاء با زودترین فرصت ما دلی خانواده را خوشحال بسازیم با کمک شما ان شاء الله. خیر ببینی بیادر. خدا خیر باشین، زنده باشین.